غرباء غرباء غرباء. ما در روز جمعه گفتم چقدر یک قبر موهومی سخی چقدر مردم مشرک ساختن، اعوذ بالله، در شرک مبتلا کردن. و میلیون ها مردم یک قبر موهومی. اینجاست در وطن ما و شما قبرهای موهومی است به نام 40 گزی و 40 متره و 10 متره و 100 متره عبادتش کرده میشه. بسیار سخت است، خیلی سخت است واقعا. الله متعال میگه بل الله فعبد، ای پیغمبر یک الله را عبادت کو، بل الله، بلکه یک الله را فعبد عبادت کو و کم من الشاکرین، و شو تو از جمله شکرگزارا سپاس نعمت الله را بدانی. نعمت الله اینجا کدام نعمت است؟ عقیده یکتا پرستی الله. عقیده یکتا پرستی الله نعمت بزرگ است. ما خو به الله قسم بعد از اینکه الله ما را مشرف به اسلام ساخته، از اینکه در نعمت بزرگ دیگه نمیبینم. از وجود خود، از حیات خود کردم این نعمت بالاتر میبینم. پس این شکر سپاسی امین نعمت چطور بکنیم؟ قدری نعمت چطور بکنیم؟ قدری نعمت وقتی میشه که دیگه مردم هم همسان خود بسازی، به فکر خود بسازی، به عقیده خود بسازی. مردم غلط توجیه میکنن، اهلا پیسه از اونجا برش میاد، از اونجا. به الله قسم پیسه کجاست؟ بله پیسه که از جانب الله هست. درد دل انسان آرام نمیمانه. اگر شب است اگر روز است انسان باید زحمت بکشه. موحدینی که هر طرف میده و مردم میگه چی هست؟ پیسه از پیش از هر طرف میاد، از خاطر این قدر بدو میکنه. نه الحمدلله پیسه از جانب کسی برای ما نامده. خب ما میدانیم که چقدر مسئولیت داریم در برابر همین عقیده. فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد. غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد. غرباء 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 غرباء. كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا.